من در یک جایی داشتم مطالعه می کردم، چشمم به یک داستان بسیار زیبایی افتاد. بسیار دلانگیز بود این داستان و غم‌انگیز بود. ماجرای یکی از در کشورهای عربی میگن که یک زن و شوهر، دو زوج جوان بودند که بعد از ازدواجشون 2-3 سالی گذشت و اینها فرزندی از اینها به دنیا نیومد. بدون فرزند اینها موندند. چند سالی گذشت، زن و شوهر با هم تصمیم گرفتند که بریم از بهزیستی یک فرزندی رو به خونه بیاریم و اونو فرزند خودمون بگیریم و بزرگش کنیم به عنوان فرزند ما در خانواده باشه. رفتند از بهزیستی یک فرزندی رو گرفتند. هیچ نسبی در میان اونها نبود، یک فرزندی که هیچ معلوم نبود که پدر و مادر او چه کسانی هستند. اونو گرفتند آوردند تو خونه خودشون، بزرگش کردند. 2-3 سالی نگذشت که خداوند متعال به اینها هم فرزندی عطا کرد. فرزند خودشون هم به دنیا اومد و دوشادوش این فرزند ناتنی هر دو بزرگ شدند، به سن نوجوانی رسیدند. روزی از روزها که پدر و مادر بیرون از خونه به بازار رفته بودند برای خریدی، از بیرون که برگشتند دیدند که برادر ناتنیشون زده برادر فرزند اصلی خانواده رو لط و پارش کرده، دندوناشو داره خورد کرده و دهان و دندوناشو سرویس کرده و شکسته. وقتی بابای خونه اومد دید که فرزند تنی منو زده و دندوناشو شکسته، فوراً زیر کتک کاری گرفت اون فرزند ناتنی خودش رو از خونه بیرونش کرد و پرتش کرد. گفت برو تو بی پدر و مادر که نبینمت دیگه دوباره داخل خونه من بشی. بیرونش کرد از منزل خودش. اما این فرزند ناتنی رفت بیرون خونه، کسی رو نداشت، نه قومی، نه خیشی، خیشاوندی، فامیلی، هیچ کسی رو نداشت که بهش یک لقمه غذایی هم بده. میرفت و پسمانده غذای مؤمنان رو میخورد، از اونها میگرفت غذای پسمانده رو میخورد و شبها میومد تو باغچه خونه همین پدر میخوابید که شاید دل پدر رحم بیاد و شفقت باعث بشه که منو دوباره دعوت بکنه به منزل خودش. شبها کارش همین بود، روزها میرفت بیرون میگشت و شبها به باغچه میومد و میخوابید در زیر هوای سرد و سوزان و خنک در باغچه، بدون اینکه ملحفه‌ای داشته باشه، بدون اینکه پتویی داشته باشه اونجا میخوابید، تا اینکه دل برادر ناتنیش سوخت. شبی از شبها اون برادری که زده بود اون داشت گریه میکرد، شروع کرد به گریه کردن. باباش اومد که چرا داری گریه میکنی؟ گفت من به حال برادر خودم دارم گریه میکنم. گفت ولش کن، اون برادر تو نیست، لیس اخوک و لیس هو ابنی، فرزند من نیست، اون به تو بی حرمتی کرده، به ما بی حرمتی کرده، رهاش کن، اون دیگه فرزند ما نیست. گفت نه بابا جان، آیا تو یک بار از اون پرسیدی؟ آیا یک بار از من پرسیدی که چرا برادر منو زده؟ چرا برادر من دهان منو خونین کرده؟ میدونی بابا اصل ماجرا چی هست؟ گفت نه، تعریف کن. فرزندش تعریف کرد برای پدر. گفت بابا تو خونه نبودی، من و داداشم داشتیم با هم صحبت میکردیم، من به برادرم گفتم ای کاش این پدر ما هر چه زودتر بمیره که من صاحب این مال و اموالش بشم و اینها رو به ارث ببرم. من این حرفو زدم، اون برادر ناتنی من فوراً زد تو دهنم، گفت مت انت و ترک لی ابی، خودت بمیر ای برادرم، بابای منو رها کن که من یتیمی بودم، در بهزیستی همین پدر و مادر منو بزرگ کردند. این مات ابی فانا اموت معه، اگر بابای من بمیره قبر منو کنار قبر بابام بزنید. وقتی که این حرفا رو زد پدر سراسیمه شد، بیرون از خونه دوان به سوی باغچه رفت و خودش رو انداخت روی فرزند خودش رو بغل کرد و بوسید. اما تا متوجه شد روح اون فرزند ناتنی پرواز کرده بود، کلیهاش سنگکوب کرده بود و از دنیا رفته بود. زنده را تا زنده هست باید به فریادش رسید، زنده را تا زنده هست
باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش خاک پاشیدن چه سود؟ زندگی را در زندگی قدرش بدان، ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود؟ بعد از این که هستی هایمون رو از دست دادیم، برادران ایمانی و دلسوزان خودمون رو از دست دادیم، هیچ فایده ای نیست. شاعری از زبان مرده، وقتی مرده از دست ما میره، شاعر از زبان همون مرده به زندگان میگه که چو برگورم بخواهی بوسه دادن، چو برگورم بخواهی بوسه دادن